بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم میکنم خدمت شما دانش آموزان خوب پایین هم. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. اومدیم سراغ کتاب ریاضی به صفحه 116 رسیدیم. درسمون در رابطه معرفی عبارت‌های گویا بود. کار در کلاس صفحه 116. گفته هر یک از عبارت‌های زیر به ازای چه مقادیر تعریف نشدن. اگر نگید همه عبارت‌هایی که اینجا داریم عبارت‌های گویا هستن. خب عبارت گویا چی بود؟ عبارتی بود که به صورت کسری بود و هیچ کدومشون نباید متغیرشون داخل قدر مطلق یا داخل رادیکال باشه. این نه قدر مطلق داریم و نه رادیکال. خب این عبارت هم گویا. به ازای چه مقادیری عبارت گویا تعریف نمی شدن؟ اگر مخرج صفر می شد. اگر مخرج به ازای یه مقداری صفر می شد عبارت چی بود؟ تعریف نشده بود. خب اینجا مخرجش چیه؟ دوه. همیشه مخرج دوه. پس این اصلا چیه؟ بگید به ازای همه مقادیر تعریف شده. هر مقداری بشدیم این عبارت تعریف شده است، چون هیچ وقت مخرج صفر نمیشه. اینجا چی؟ فقط x داریم. x رو مساوی صفر میذاریم. فقط اگه x مساوی صفر باشه این عبارت تعریف نشده. ببین صفر بذاریم میشه چی؟ میشه 7 صفرم. تعریف نشده، چون مخرجش فقط x خالیه مساوی صفر میشه. خب اینجا 2b به علاوه 1 2b منهای 1. اینجا 2b منهای 1 رو مساوی صفر میذاریم. 2b منهای 1 مساوی صفر. منهای 1 میاد این ور. 2b مساوی میشه با 1. b میشه 1/2. به ازای b مساوی 1/2 این عبارت تعریف نشده است. ببینید 2 ضرب در 1/2 میشه 1. 1 منهای 1 میشه 0. دیدید تعریف نمیشه. اگه b 1/2 باشه این عبارت تعریف نشده است. اینجا 3x بر روی x2 به علاوه 4. ببینید x2 همیشه یه عدد مثبته، درسته؟ برای اینکه این عبارت بشه 0 باید x2 بشه -4 دیگه، با 4 جمع بشه 0. این هیچ وقت -4 نمیشه، چون توان 2 همیشه مثبته. پس نمیشه به ازای همه مقادیر تعریف شده. هر مقداری بشیم این عبارتمون چه تعریف شده است. بیایم اینجا x بر روی x2 منهای 1. اینو سادهش میکنم. x2 منهای 1 رو مساوی 0 میذارم. این اتحاد مزدوج مگه نبود؟ میشد x به علاوه 1 در x منهای 1 مساوی 0. درسته؟ خب یه بار این مساوی 0 میشه، یه بار این مساوی 0 میشه. میگیم x به علاوه 1 مساوی 0. از اینجا x میشه -1. 1 میرون و میشه -1. یه بار x منهای 1 رو مساوی 0 میذاریم. x منهای 1 مساوی 0. منهای 1 بیادیم و میشه مثبت 1. از اینجا x مساوی میشه با 1. پس به ازای 1 و منهای 1 این عبارت چیه؟ تعریف نشده است. 1 بذاریم 1 منهای 1 0. -1 هم به توان 2 میشه 1. منهای 1 دوباره میشه چی؟ 0. به ازای 1 و -1 این عبارت چی؟ تعریف نشده است. بیایم سراغ اینجا. a به اضافه 5 a به توان 2 منهای 5 a به علاوه 6. خب من باید این بالایی رو پاک کنم که فضا باشه. این باید مساوی 0 بشه. اگه مساوی 0 بشه یعنی چی؟ یعنی عبارت تعریف نشده است. اگه نگاه کنید این اتحاد چیه؟ جمله مشترک. a دو تا عدد پیدا کنیم، ضربشون بشه 6، جمعشون بشه -5. منهای 2 منهای 3. درست شد؟ خب a منهای 2 مساوی 0. از اینجا a میشه منهای 2 بیادیم میشه 2. پس a اگه 2 باشه عبارت تعریف نشده است. خب a منهای 3 مساوی 0. از اینجا a میشه چی؟ -3 بریم میشه 3. به ازای 3 هم تعریف نشده است. یعنی اگه a 2 باشه یا 3 باشه عبارتمون چیه؟ تعریف نشده میشه. خب بریم سراغ ادامه. خب میام سراغ ساده کردن عبارات گویا.
ببینید ما یک کسی داریم به اسم 3648. اینو میخوایم ساده کنیم. چجوری میتونیم بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم مثلا 36 بنویسیم 6 تا، 46 بنویسیم 6 تا. یه 6 از بالا با یه 6 از پایین میتونه ساده بشه. درسته؟ این با این خط میخوره. خب یا میتونیم بنویسیم چی؟ 36 48 بنویسیم چی؟ 3 تا 12 تا 48 4 تا 12 تا. یه 12 بالا با یه 12 پایین ساده میشه. جواب میشه چی؟ 3/4. درسته؟ حالا همین اتفاق تو عبارات گویا ما داریم. خب تو کسرا که به این صورت داریم تو عبارات گویا هم داریم. مثلا وقتی میگیم آبی تقسیم بر آسی، اینجا آ میتونه با هم ساده بشه. جواب میشه چی؟ BC. یا مثلا داریم مثلا x منهای 1 در x به علاوه 1، مثلا x به علاوه 2 در x منهای 1. ببین این پرانتز x منهای 1 با این پرانتز x منهای 1 اینجا چی میشه؟ ساده میشه. اگه وسط ضرب باشه ها، جواب میشه چی؟ x به علاوه 1 پایین x به علاوه 2. یعنی به این صورت میتونیم چیکار کنیم؟ ساده کنیم عبارتهای گویامونو. حالا بریم سراغ فعالیت صفحه 116. خب بیشتر با این ساده کردن عبارات گویا آشنا میشیم. چند نمونه براتون حل میکنم، خوب آشنا میشید. بریم. خب میایم فعالیت صفحه 116. گفته خودش اینا براتون حل کرده، ولی من بدون حل کردن میخوام خودم براتون حل کنم. ببینیدش عبارات گویا رو تجزیه کنید و سادهشون کنید. خب بریم حساب. 18 وای به توان 3 تقسیم بر 60 وای به توان 5. من میگم چی؟ 18 رو میگم چی؟ 3 6 تا 3 ضرب در 6 ضرب در وای به توان 3. خب 60 رو میگم چی؟ 10 ضرب در 6 ضرب در وای به توان 3 ضرب در وای به توان 2. خب میشه وای به توان 5 دیگه. درسته؟ خب این 6 بالا با این 6 پایین ساده میشه. این وای 3 با این وای 3 ساده میشه. چی موند از بالا؟ فقط 3. پایین چی موند؟ 10 وای به توان 2. اینجا هم که به ازای وای مساوی 0 عبارت چی تعریف نشده، پس میگیم وای نباید مساوی 0 باشه و وای نباید مساوی 0 باشه. خب بیام سراغ مورد ب. x2 به اضافه 6x به علاوه 9 x2 به علاوه 4x به علاوه 3 جفتشون جمله مشترک میتونن باشه، مربع دو جمله میتونن باشه. خب اینو میگیم x، اینو میگیم x. دو تا عدد پیدا کنید ضربشون بشه 9 جمعشون بشه 6. 3 ان دیگه، دوتاشون 3. درسته؟ 3 ضربشون میشه 9 جمعشون میشه 6. x به توان 3 ضرب در x به توان 3 که همون اتحاد مربع دو جمله است. یعنی x به اضافه 3 به توان 2. من اینجا نوشتم. اینجا میگیم x. دو تا عدد پیدا کنید ضربشون 3 بشه جمعشون 4. 3 و 1 دیگه، ضربشون میشه 3 جمعشون میشه 4. خب حالا اگه اینجا دقت کنید، خوب دقت کنید به ازای چه مقداری این عبارت، خب این عبارت اینجا تعریف نشده است. آیا x منهای 3 باشه، x مساوی منفی 3 باشه، خب تعریف نشده است. خب x منفی 3 بذاریم میشه 0 دیگه، ضرب داریم میشه 0. درسته؟ نه، اینجا اگه منفی 3 بذاریم جوابمون درسته. چرا؟ نگاه کنید این عبارت اینجا با یکی از این عبارت اینجا چی میشه؟ ساده میشه. جواب چیه؟ x به علاوه 3 میمونه بالا، پایین x به علاوه 1. اینجا x باید چند نباشه؟ x به علاوه 1 مساوی 0. x مساوی میشه با مثبت 1 میاد میشه منفی 1. به ازای x مساوی منفی 1 چیه؟ بگید. تعریف نشده است. پس اینجا میگیم و x باید مخالف منفی 1 باشه. خب یعنی x نباید منفی 1 باشه. ما اینجا به دستم، چون اگه منفی 1 باشه اینجا میشه 0. خب بریم سراغ سه تا مورد بعدی تو صفحه 117. خب میایم موردهای بعدی. وای به توان 2 منهای 9 3 وای به علاوه 9. خب اینو سادهش کنیم. این اتحادمون مزدوجه، جمله اول به توان 2 منهای جمله دوم به توان 2. درسته؟
اول وای میذاشتیم، یکی مثبت یکی منفی، رادیکال از این میگرفتیم میشد 3، اینجا میشد 3. اتحاد مزدوج دیگه، تجزیهش کردیم شد 2 تا پرانتز. از اینم جفتشون 3 دارن، از 3 شون فاکتور بگیریم، از اولی چی مونه وای، از دومی تقسیم بر 3 کنیم 3 میمونه. یه وای به اضافه 3 پایین داریم، یه وای به اضافه 3 بالا، این با این ساده میشه، جواب میشه چی؟ اب بالا وای منهای 3 تقسیم بر 3. این عبارت به ازای همه مقادیر چیه؟ بگید تعریف شده است، چون مخرج هیچ وقت صفر نمیشه. بیایم اینجا 8 آ بی به توان 7 20 آ به توان 2 بی به توان 3. خب یه 8 داریم یه 20 داریم، جفتشون به 4 میتونن ساده بشن. پس 8 رو میگم 2 ضرب در 4 ضرب در آ ضرب در بی، بی به توان 7 بی به توان 3، پس میگم بی به توان 3 ضرب در بی به توان 4. بی به توان 7 اینجا تجزیه کردم که اینجا سادهش کنم. 20 میگم چی؟ 4 5 تا ضرب در آ به توان 2 رو میگم آ ضرب در آ که یکیش با این آ ساده بشه، بی به توان 3 هم که مینویسمش. خب این 4 با این 4 ساده میشه، این آ با این آ ساده میشه، این بی به توان 3 با این بی به توان 3 ساده میشه. بالا چی موند؟ 2 بی به توان 4. پایین چی موند؟ 5 آ. اینجا اگه آ 0 باشه ضرب در 5 میشه 0، پس اینجا آ نباید 0 باشه و آ نباید 0 باشه، چون اگه 0 باشه تعریف نشده میشه. خب درست شد؟ خب بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی گفته b منهای 5 منهای b مساوی. خب اینو بریم سادهش بکنیم. این هم b منهای 5 می نویسیم، این درش این منفی ضرب کنیم. خب ازش این منفی بکشیم بریم، این میشه منفی 5، این از منفی شو بعده میشه به علاوه b. اینو جابجاش میکنم، میگم b منهای 5 b منهای 5. ببینید اگه منفی داشت ضرب کنیم همین به دست میاد، منفی در b ضرب بشه منفی b، منفی ضرب در منفی 5 میشه چی؟ مثبت 5. دیدید همین عبارت ما آوردیم به این صورتش کردیم. خب b منهای 5 با این b منهای 5 ساده میشه، از بالا وقتی هیچی نمون یعنی یک، اینجا تو پرانتز هیچی نمون یعنی چی؟ باز یعنی 1 میشه منهای 1. 1 تقسیم بر منفی کم میشه منفی 1. منفی کم که همیشه چیه؟ تعریف شده است. خب اینم از فعالیت صفحه 116. بریم سراغ کار در کلاس 117. خب بریم سراغ کار در کلاس صفحه 117. گفته یک عبارت گویا را ساده کنید. بیایم سادهشون کنیم. خب این به توان منهای 16 اتحاد مزدوجه، درسته؟ جمله اول به توان 2 منهای جمله دوم به توان 2. 2 تا پرانتز گفتیم میذاریم، امو میذاریم، یکی مثبت یکی منفی. از دومی هم جذر میگیم، 16 میشه 4 جذرش، ام به اضافه 4 ام منهای 4. اینجا 4 منهای ام داریم که با اینا هیچ کدوم مساوی نیست، ولی ازشون یه منفی بیاریم بیرون، منفیه، اینو میگیم منهای 4، چون منفی ضرب منفی 4 میشه 4. اینم میگیم چی؟ به علاوه ام، منفی ضرب در ام میشه منفی ام. یه منفی از این آوردم بیرون. خب حالا اینا جای این دوتا رو با هم جابجا میکنم، میگم ام منهای 4. خب یه ام منهای 4 داریم، یه ام منهای 4 هم بالا داریم، اینا ساده میشن، جواب میشه چیه؟ ام به اضافه 4 میمونه، از پایین منفی 1 میمونه. این منفی 1 هم چیه؟ این منفی رو میاریم بیرون پرانتز میذاریم، میشه چی؟ ام به اضافه 4 تقسیم بر میشه ام به علاوه 4. منفی رو ضرب در این که بکنیم میشه چی؟ میشه منفی ام منهای 4. خب بیایم سراغ این یکی. 6 ام به اضافه 18 7 ام به علاوه 21. اینجا جفتشون چی دارن؟ عدد 6 رو دارن، از 6شون فاکتور میگیریم،
6m تقسیم بر 6 بشه میشه m به اضافه 18 تقسیم بر 6 بشه میشه 3. ببینید 6m 6 تا هم 18. 7m به اضافه 1 جفتشون 7 رو دارن تو خودشون. این 7m تقسیم بر 7 بشه میشه m. 21 تقسیم بر 7 بشه میشه 3. ببینید 7 ضرب در m 7m 7 3 تا 21. خب m به اضافه 3 با این m به اضافه 3 ساده میشه 6 هفتم. این هم که همیشه تعریف شده است. بریم سراغ موردهای بعدی. خب بیایم سراغ این یکی. بیاین آ به توان 2 منهای 5 آ منهای 14 آ2 به علاوه آ منهای 2 جفتشون اتحاد جمله مشترکن. خب به این صورت پرانتز براشون بذاریم. خب آ اولی دو تا عدد پیدا کنیم ضربشون بشه منفی 14 جمعشون بشه منفی 5 منفی 7 و به علاوه 2 بودن. درسته؟ جمعشون میشه منفی 5 ضربشون میشه منفی 14. بیایم پایینی اتحاد ما جمله مشترکه. دو تا عدد پیدا کنیم ضربشون بشه منفی 2 جمعشون بشه 1. چی هن؟ 2 منفی 1 هن. درسته؟ خب ضربشون میشه منفی 2 جمعشون هم میشه 1 آ. خب آ به علاوه 2 اینجا با این آ به علاوه 2 ساده میشه. جواب میشه چی؟ آ منهای 7 آ منهای 1. اینجا آ نباید چند باشه؟ آ نباید 1 باشه. چرا؟ چون آ منهای 1 مساوی 0 منفی 1 میادیم و میشه 1. به ازای این مقدار عبارت تعریف نشده است. پس آ نباید 1 باشه. بیایم اینجا جمله باید اتحاد مزدوجه. درسته؟ جمله اول به توان 2 منهای جمله دوم به توان 2. x4 ازش جذر بگیر میشه x2 یکی مثبت یکی منفی. جذر y4 هم میشه y2 اینا میشه y2. درسته؟ خب اینا من ازش یه منفی میکشم چون x همه جلوتر ازش یه منفی میارم بیرون. منفی پرانتز اینو بگم چی؟ y منفی y که منفی در نتیجه مثبت y اینو میگم به علاوه x. حالا اینجا منفی y به علاوه x رو میکنم چی؟ x منهای y x منهای y منفی در x میشه منفی x منفی در منفی y میشه y. کار خاصی نکردم و فقط یه منفی آوردم. خب میتونیم ساده کنیم؟ نه. باز اینم میتونه باز ساده بشه. نگاه کنید x2 به علاوه y2 خود این اتحاد مزدوجه باز میشه x به علاوه y x منهای y. پایینم چی داریم؟ منفی x منهای y. x منهای y با این x منهای y ساده میشه. بالا چی میمونه؟ بالا میمونه x2 به علاوه y2 در x به علاوه y تقسیم بر منفی 1. درسته؟ منفی 1 هم که میاریم اینجا جواب میشه منفی x2 به علاوه y2 x به علاوه y. این عبارت هم همیشه چیه؟ تعریف شده است. خب بریم سراغ سوال شماره 2. سوال 2 گفته عبارت آ به اضافه ax بر آ به دو شکل ساده شده کدام درست است؟ تو مورد اول اومده گفته این آ دومی با این آ ساده میشه آ به علاوه x. خب اینجوریه؟ نه خیلی مسخره است. باید ضرب باشه که آ بتونن با هم ساده بشن. پس این غلط. اینجا چی؟ اومده از این دوتاشون آ دارن از آشون فاکتور گرفته. از این آ تقسیم بر آ بشه میشه 1 آx تقسیم بر آ بشه میشه x. بعد این آ با این آ ساده کرده گفته 1 به علاوه x. مورد دوم درسته. خب من شماره رو اینجا یادداشت میکنم. اگه میخواید لینک پایین هم رو تا اونجا که درس دادم داشته باشید به این شماره پیام بدید. خب هزینه استفاده از فیلم رو بپردازید. هزینه استفاده از فیلم هم صلوات برای آقا امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی یارتون، خداوند پشت و پناهتون.